داملای محترم، در یکی از دهه‌های ناحیه مؤمن آباد زندگی میکنم. صاحب 6 فرزند دی نابالغ، کسبم راننده. بسیار وقت در سفر می باشم. زنم کسلی شده است، بیمار شده است. نه به من زنی کرده می تواند و نه به فرزندانم مادری کرده می تواند. یعنی بستری از خواب است. از عهده نگاهبینی گاو و مال نیز نمی براید. دائم خواهران من که در نزدیکی ما زندگی میکنند به او یاردم میکنند. زنم راضی است که من زن دویم گیرم و به خانه بیارم، ولی فقط اگر زن دویمم خواهر او باشد. من میفهمم که خواهر و اپه را گرفتن در اسلام روا نیست و او میفهمانم، اما او میگوید که خواهرم او را و هم فرزندانش را نگاه و بینی میکند. یعنی خواهرم بیاید، این باز به من نزدیکتر است که هم خودم نگاه و بین میکند، هم فرزندهام نگاه و بین میکند. زنی بیگانه باشد در نبودن من، نه او را در خانه میگنجاند و نه فرزندانش را. یعنی زنی بیگانه را بیاری، نه مرا نگاه میکند نه فرزندهای ما را. من چیکار کنم داملای عزیز؟ این مسئله هست که این خداوند حل کرده است، این پیغمبر حل کرده است. در اینجا دیگر مراجعت داملا هیچ حاجت نیست. منم آن چیزی که قرآن میگوید، آن چیزی که حدیث پیغمبری خدا میگوید برای این برادر میرسانم که زن اوله را طلاق میکنی، عده زن اوله میگذرد، بعدا خواهر او را نکاح کرده در نکاح خود میدراری. این زمان برای تو چی هست؟ حلال از خواهر او، وقتی که اگر اپه او را تو طلاق دهی، طلاق میدهی. وقتی طلاق دادی این برای تو بیگانه می شود. این شب فراموش نکنی. این زنی که با تو 6 فرزند دارد و چندین سری سال زندگی کرد، امروز تقدیر خدا بوده است، بیمار شده است، بعد طلاق دادن او خواهر او برای تو درست می شود. و الا اگر 1000 زاره و تولا این زن برای تو کند و تو اگر با این عمل زیش دست زنی، تو در نزد خداوند رسوا و گناهگار می شوی و تو همچون زناکار در نزد اسلام شناخته می شوی. از این خاطر خواهر او را طلاق ده، اپه او را طلاق ده. بعد گذشتن عده او، یعنی بعد گذشتن 3 حیض، می توانی که خواهر او را در نکاح خود درآوری و مرحمت. اپش نگاه میکند، خواهرش نگاه میکند، اون کاری وی است. و وصینا الانسان بوالدیه احسانا و وصینا الانسان بوالدیه حملته امه و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و وصینا الانسان بوالدیه حسنا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. سوره لقمان، سوره اسراء، سوره احقاف، سوره نساء، سوره عنکبوت. 5 آیت قرآن از بالای 7 طبقه آسمان پروردگار امر دارد. فقط سفارش این است: ای فرزندها، ای بنده های خدا، پدر و مادراتان احترام کنید، به قدر پدر و مادراتان رسین. 5 آیت قرآن، 5 سوره مبارک در پروردگار مهربان جای کرد. فقط و فقط سفارش وظیفه تو این: پدر و مادرت احترام کن، پدر و مادرت دوست دار، به قدر پدر و مادرت برس. این فرمان الله است. برای آدم با عقل، آدم با معرفت، اگر 1 آیت قرآن هم در یکی از این سوره ها می بود بسنده بود. چگونه حضرت امام شافعی رحمت الله علیه گفت: اگر خداوند قرآن مکمل نه بلکه سوره والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. همین آیت خوردکه که همین سوره خوردکه که اگر میفرستاد برای آدمی که با خدا تکیه کند، با خدا یقین داشته باشد، بس بود. لیکن برای انسانی که ما 3 آیت قرآن از 3 سوره مبارکه خوانده گذاشتم. امروز 2 آیتی که خواندم از سوره عنکبوت و از سوره مبارکه نساء بود. 5 آیت از قرآن برای ما و شما برادر عزیز و گرامی آمد که شما پدر و مادرتون احترام کنین، دوست دارین، به قدر ایشان رسید. برادر عزیز و گرامی، اگر تو پدر و مادر از خودت خوشنود کنی، چگونه که شاعر در اول گفت، جنت طلبی طلب رضای پدرت. اگر در اصل تو جنت خواه باشی، در اصل تو اگر مشتاق جنت باشی، اگر تو در اصل خواهان او باشی که فردای قیامت دروازه های جنت بالای تو کشاده باشد، رضاگی پدرت دریاب. جنت طلبی طلب رضای پدرت. میکن تو طواف آسک پای پدرت. انمون آسک پایی که انمون پدر موی سفید به قوت که داری، پاهای همو را دستمال کردن، پایهای همو را مالیدن، دستهات در دیده هات مالیدن که من از جمله فرزندهای هستم که پای پدر من مالیش میدهم. اگر تو از جمله اینها باشی، انا همون جنت الله گو برای توست. میکن تو طواف آسک پای پدرت. با امر خدا برابر است امر پدر. برادر عزیز، انمون امری که میکند و تو گردن تاب میتی، انمون امری که پدر بالای تو میکند و تو قوقها تا جانب او حواله میکنی، انا همون امر پدر امر خداست. برادر عزیز، یا صدا میزند گوشهات در حالت کرین اندازی گویا نشنیدی؟ انمون صدای همون همچنان است که الله تو را امر دارد. میکن تو طواف آسک پای پدرت. با امر خدا برابر است امر پدر. خوشنودی حق است رضای پدرت. الان پدرت تو خوشنود میکنی، همون پدرت تو از خودت راضی میکنی، همچون تصور کن که الله میگه من از تو خوشنود شدم، من از تو راضی شدم. برادر عزیز خوب توجه کن. عادی میگویم، خداوند در سوره مبارکه نساء برادر عزیز آیت 69 او میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم مع النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. برادر عزیز، اگر تو پدرت از تو راضی باشد، اگر مادرت از تو خوشنود باشد، پروردگار میگوید این معنای او را دارد که تو اطاعت خدا کردی، تو اطاعت رسول کردی. تو وقتی اطاعت خدا و رسول کردی، یعنی پدر و مادرت از خودت خوشنود کردی، راضی گردانیدی. الله چی گفت؟ من روز قیامت تو بر این فرزنده مع النبیین، ببین مع النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین، روز قیامت تو همراه محمد صلی الله علیه و سلم هستی. خداوند وعده دارد تو همراه محمد، همراه ابراهیم، همراه اسحاق، همراه موسی، همراه زکریا، چند عدد پیغمبری دارم، در حلقه اونها تو را جای میکنم. وقتی تو اگر پدر و مادرت احترام کنی، خدا میگه حلقه پیغمبرها را میپرتامد. حلقه شهدا، آن شهیدایی که در راه خدا کشته شدند. حلقه راستگوی ها که در دنیا یک بار دروغ نگفتند.
حلقه آدمای صالحی که یک وجب راهی نادرست قدم نزدن، خدا میگه این 4 حلقه در من تو را برده جای میکنم. وقتی تو اگر احترامی پدر و مادر تو به جای بیاری. میفهمیم؟ تاجیکی میگویم، عادی میگویم، ساده میگویم، به خاطر که امروز در خانه برادر عزیز چند سوال هایی که میکشاییم همه نارضایی پدر و مادر از فرزند است. چه سخنهایی در اونجا هست. بعضی هاش حتی بیان کردن که دادر من هم چگونه که خودم امروز مورد به احترامی در پیش فرزندهای خود قرار دارم، دادرم هم همچنان در خانهش قدر نداشت، قیمت نداشت. وقتی این دادر من از دنیا گذشت، همون فرزندهای بیوفاش در خانه گفت در قیراقم رفته صورت او را در قالین زدن و بلند گذاشتن، دیگرها فهمند که گویا که این پدر حرمت کرده است. دادر عزیز، یک سومه که انسان در حال حیاتش میدهد اون بهتر است از 1000 سومه که از پسی تو خیر میکنی. او یک خدمتی که تو در حال حیاتی میکنی اون بهتر و خوبتر است همه خانات اگر پر از صورت قالین دار کنی. چی فایده دارد؟ چی حاجت است؟ در قیراقم سناتور شفا است. آقای قالین تو با کی در کار؟ در سناتور شفا استراحت در پرتاش. الان خدمت، این از خدمت. این صورت کشیدن و بعد سری او ریا کردن، اینا دادر عزیز به فایده جان شما نیست. اگرچند که امروز طبیعت آدمی همین را قبول کرده است. ما همه خدمت ما بعد مردن بکنیم. چی در کار؟ و میلش بکن، ما بعد مردنش هم جانب داریم. تو طلب مغفرت کن در حقش، نماز خوان، خیر احسان کن، لیکن اکثریت این خدمت ها را در حال حیاتیش بکن. در حال حیاتیش این خدمت ها را به جا بیار. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم صعد علی المنبر و قال آمین آمین آمین. بالای منبر برآمدند، چگونه منبرهایی که ما میبراییم، و 3 بار حبیب خدا آمین گفته برآمدند. 3 بار. قال اتانی جبرائیل و قال من ادرک احد ابوی فمات فدخل النار فابعده الله فقل آمین. فقلت آمین. حبیب خدا گفتند میدانین همون آمینه که من در منبر گفتم بهر چی گفتم؟ زمانی که من قدم در منبر میزدم جبرائیل آمده بود و برای من گفت هر نفری که در دنیا پدر و مادر دریاب بکند یا یکی از این دریاب بکند، باز این فرزند دوزخ می رود، خدای مهربان، جبرائیل دعا کردن، خدای مهربان از این گونه فرزند رحمت کنده کن، رحمت دور گردان. حبیب خدا میگوید امرم کرد جبرائیل فقل آمین، بگو آمین، بگو دعای مده. فقلت آمین، گفتم آمین. خدا همون فرزنده که در دنیا پدر و مادر را دریافت کرد و به قدر و قیمت اونها نرسید، محبتی که اون پدر و مادر نسبت این داشت. ببینید پدر و مادر چی 1 ساله باشی چی 50 ساله باشی، به نام خدا محبتش کنده نمیشود از تو، تا مردن تا دوستت میدارد. اگرچه امروز ما محبتی پدر و مادر را عوض کردیم با محبتی زن و فرزند هامان. حضرت جبرائیل گفتن خدا این گونه فرزند از رحمتش دور گرداند، بگو آمین. پیغمبرمان آمین گفتند. جوانای عزیز، حبیب خدا میگوید من بر والدی طوبی له زاد الله فی عمری. هر کسی که پدر و مادر
حرمت میکند، پدر و مادرش میبیند وقتش خوش میشود، یا پدر و مادر میبیند از جای خود میخیزد و در بهترین مکان پدر و مادر میشیناند. حبیب خدا گفت تو باله، خوش به حالت. ببین خوش به حالت گفت. زاد الله فی عمری. حبیب خدا در حق تو دعا کرد، گفت خدایا عمر این گونه فرزند دراز کن، خدایا عمر این گونه فرزند دراز کن. پیغمبر دعا داد، اگر خواهی دعای پیغمبر پدر و مادر تا احترام کن. به نام پروردگار سخن پیغمبری خود، سخن الله حق است، خدا عمر تا دراز میکن. بایزید بسطامی رحمت الله علیه، نام ایشان انسان باید پای به طهارت گیرد. چه تاریخ در حیات خودش گذرانیدن. من با باوری کامل میگویم که مثل بایزید خدمتی که بایزید کردن. الحال من قصهش گویم و بعد به جوانای امروزه خدمت بایزید با جوانهای امروزه که مسلمانهای ما مقایسه کنیم. که بود مادرم در بستر خواب، دلش بیدار نام ذکر وحاب. به بالای سر آن نائیم، به دستم کوزه پر آب قائم. مبادا که به وهمی که مبادا آب گوید، مرا در دادن آبش بجوید. تمام شب بکردم انتظارش، دو دستم خسته شد دل بیقرارش. و وقتی صبح گشت از خواب بیدار، که بودی تشنه لب آن آب تیار. بنوشید آب و گفت ای نیک فرزند، نیاسایی چرا تو ای جگربند؟ شبی تار و دراز و کوزه بر دست، چرا ننشسته ای شیدای سرمست؟ که از ترسی همان که آب بویی، شوم غافل مرا هر سو بجویی. ز تأخیرت ملال آید به خاطر، ز آزارت به جانم میرسد تیر. از آن دلیابی مادر سحرگاه، گشاده شد دری اسرار الله. میسر شد مراد دل به حالت، شدم مستغرق فیضان رحمت. حضرت بایزید میگوید شب مادرم آب گفت، بچم آب بیار. کوزه در آب آوردم، مادرم که افگار بود و پیرانسال بود، تا رسیدم که مادرم خواب برده است. مادرم که تشنه بود خواهش آب داشت، از نزد سر او من بیرون نشدم. با دستهای خودم هم تا داشتم و در جام حتی ننشستم. دادر عزیز، معامله بایزید با مادر، بایزید هم بنده خدا بود. همین رنگ شما کله داشت، چشم داشت، پا داشت، از جنس شما بود. او ملائکه نبود. بالای سر مادر ایستادم، منتظر شدم. ببین چی مقدار منتظر شد. اگه تصور کنین اگر ساعت 10 شب خواب کرده باشه، اگر 5 او زنهای مسلمان بودن، 5 اگر بیدار شده باشد، 7 ساعت بایزید در دست کوزه و در بالای سر مادر راست ایستاده است. و وقتی صبح گشت از خواب و بیدار، همون خواب غلطیدگی بامداد حضرت صبح دمیدن میگه که بیدار. زمان بود آب دراز کردم، آب خورد و مادر که غمخواره، مادر که دلسوزه، مادر که گویم که خیلی و خیلی نسبت فرزند اینقدر دلسوزی دارد که دیگر وی حد و کنار ندارد. شیر مادر که از تراویش های خونی جیگر است. دادر عزیز، شیر مادر که از تراویش های خونی جیگر است. زین سبب هم مادران را سوزش دل دیگر است. آهن و پولاد می سوزد،
زی سوز مادری، که دلی سوزان او چون کره آهنگر است. بسیار دلسوز است. فرزندش که راستا دید و چی گفت؟ شبی تار و دراز و کوزه بردست، چرا ننشسته ای شیدای سرمست؟ آی شبی دراز ننشستی؟ بالای سر مادر دراز استادی؟ حضرت بیان کردم ز ترس آن مبادا آب گویی، شوم غافل مرا هر سو بجویی. ترسیدم که یکی آب گویی و من نباشم، یکی آب گویی و من نشنوم. ز تأخیرت ملال آید به خاطر، ز تأخیرم ملال آید به خاطر، ز آزارت به جانم میرسد تیر. کم تا تأخیر کنم ملالی در وجود تو پیدا می شود. ببینید عقیده را ببینید، اگر آزار بیابی همچنان است که بایزید هلاک شد. و این خاطر من بالای سر تو را گرفتم. دادر عزیز، امروز باور کنید جوانای عزیز، کدام ما و تو، من باوری دارم 5 دقیقه در بالای سرش حالت نشسته دارم نشینی. اکثر پدر و مادرها بچه ها در حالتهای بی‌پروایی هستند که از دنیا میگذرند، در حالت مرگ هاشون نیستند. ولی کجا حالتی بیمارداری؟ انا جوان مرد، بایزید جوان مرد میگوید ای چرخ بس لیل و نهار آوردی. ابو سعید ابوالخیر میگفت ای چرخ بس لیل و نهار آوردی، گاه فصل بهار و گاه خزان آوردی. مردان جهان را همه بردی به زمین، نامردان را بر روی کار آوردی. اما نامرد شده، ای مردهای خدا را همه را زیر زمین بردی. امروز این بنده هایی که میبینی که 7-8 آیت قرآن برای سپارش اطاعت پدر و مادر است پروانه دارند. تو نامرد نیستی؟ قصه بایزید برای تمام مسلمان های روی عالم باید درس باشد. دادری عزیز، همیشه از حال پدر و مادرت خبر بگیر، پدر و مادرت خبرگیری کن، همیشه رضاگیشان طلب کن. خدا خواهد رضای پدر و مادر که رضای خدا باشد. ناخوشنودی اونها که ناخوشنودی خدا و رسول باشد. خود را که خلاصه برا 4 حق علی الله ان لا يدخلهم الجنه ولا يذيقهم نعیمها. پیغمبر خدا گفت الله میگوید 4 نفر را حق دارم که داخل جنت بکنم. پروردگار میگوید حق علی الله، حق دارم که 4 طایفه را 4 نفر شخص در جنت راه ندهم. ولا یذیقهم نعیمها، از نوش و نعمت های جنت این 4 نفر را محروم میکنم. گفت پروردگار اینا کیا؟ مدمن الخمر، یکم باز می آیم همون انسانی که می پرست است، عرق نوش است، و جانش برابر است عرق. بله انسانی که عرق نوشی را برای خود اختیار کرد، او پدر و مادر مثل عرق برای او لذت نداره. همون عرق که می نوشه تمام به همون چند ساعته که خوابه، شاید در اون ساعتا پدر و مادرت از دنیا گذره، تو در حالت مستی. که خودت مقایسه کن. گفتی شاعر شیشه به مستی میبرد، مستی به پستی میبرد. البته این تو را مست میکنه، لیکن مستی تو را به پستی میبرد.
خار و خس را می فشاند شعله در خاکی سیاه. عبدالقادر بیدل میگو خار و خس را می فشاند شعله در خاکی سیاه، عاقبت اهل هوس را می کند رسوا شراب. یکم انسانی که خدا گو من حق دارم که او را جنت نبرم، از نوش و نعمت جنت محرومش کنم، کی بوده است؟ عرق نوش بوده است، می پرست بوده است. و آکل ربا، دویم آن کسی که ربا میخورد، مالی با پرسن بدهد یا مالی از پرسن میخورد. و آکل مال الیتیم بغیر حق. سوم حبیب خدا گفتن کسانی که مال یتیم میخورند. والعاق لوالدی. چهارم پیغمبر خدا گفت آن کسانی که پدر و مادر از اونا راضی نیست، پدر و مادر بالای اونا غضب دارد، پدر و مادر بالای اونا خشم دارد. حضرت علقمه خدا رحمت و مغفرتشان کند، جوانای عزیز، کان فی زمان النبی شاب یسمى علقمه و کان کثیر الاجتهاد فی طاعت الله. در دوره های پیغمبر خدا حکایه میکند ذهبی رحمت الله علیه، شمس الدین ذهبی در کتاب کبائر، جوان بود میگوید نام او علقمه بود، با نام علقمه مشهور. وقتی که این علقمه بیمار میشود، شمس الدین ذهبی هم میگوید بسیار بچه با نماز بود، پیوسته روزدار بود، همیشه اطاعت خدا و رسول میکرد. لیکن کم بوده که این جوانی با سعادت داشت این بود که زنی خدا از مادرش دیده محترم میشمارید. به خاطر زن مادر از خانه رانده بود. خیلی بدبختی است. خدا نگهدار. خدا شما را از جمله آن جوانهایی که مادر بگوین از خانه من برا، خدا شما را از جمله اون نگهدار. خدا هیچ وقت به شما این گونه غیرت نتیاد، این گونه جسارت که تو پدر و مادرت از خانه بیرون کنی. همه را از خانه بیرون کردی. بسیار بیماری سخت شد. بعدا میگوید حالت سکرات آمد. زن علقمه دوان به پیش پیغمبر خدا آمد. حبیب خدا، علقمه حالت سکرات مرگ و هرچی کوشش میکند که این کلمه زیبای لا اله الا الله را با زبان رانت به زبانش نمی آید. حبیب خدا کمک کن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت عمار، حضرت سهیل و حضرت بلال گفت رو خانه، گفت علقمه روین و کوشش کنین و ببینین چه حالت است، بعدا خبری او را به من رسانید. وقتی آمدد حضرت عمار و سهیل و بلال هرچی که تلقین میکنن دهان علقمه بند است، زبان او به این کلمه نمیگردد. حبیب خدا میگفت کسی آخران کلمه او لا اله الا الله باشد او جنت میرود. از همین آخران کلمه زیبا زبان علقمه بند است. در او خواتیر شدند، سهیل و عمار و
بلال و اینا علقمه را میشناختن. آخه این قدر جوانی پایبند نماز بود، این چی سبب باشد؟ دوان نزد پیغمبر خدا آمدن، گفتن حال همین است ای حبیب خدا. پیغمبر خدا گفتن علقمه کی دارد؟ گفتن یه مادر پیر دارد، در یک کوچه همون محله زندگی میکنه. حبیب خدا که غمخواری امت بود، دوستداری امت است، شفاعت کننده امت گناهگار در روز قیامت است و او میدانست که علقمه برای احترام پدر و مادر نکردن فردا پیشگاه خدا ده با جوابگری کشیده می شود. حبیب خدا که دلسوزی داشت خود به نزد مادر علقمه رفت. بود تا زنده آن حبیبی ودود در غم عاصیان امت بود. وقتی رفتن حبیب آزاده امتی امتی گفته گفته جان داده. روزی رستاخیز شود آغاز، امتی امتی گفته گفته خیزد باز. وقتی آخر تلخی جان دید گفت ای پروردگار عرشی مجید، سختی جان اگر چنین باشد امتانم مطیق این باشد. سختی جان امتان من بده جمله را به جان من. این گونه غمخوار بودند. پروردگارا سختی دارد، اللهم اعین علی سکرات الموت و غمرات الموت. پیغمبر خدا سختی جانکی چشیدند و از دینی جانکی دیدن گفتن خدایا همه مشکلاتی جان کندن امت در جان من گذار، از بالای امتهای من اینه بردار. غمخوار که بودن دلشان که با علقمه که امت او بود سوخت و پیش مادر علقمه رفتن. تن مادر علقمه فرزند توست؟ گفتم بله. او میدانی که علقمه در سکرات مرگ است؟ گو نه نمیدانم. گو آیا تو از علقمه راضی هستی؟ این سوال بود به سوی مادر علقمه داده را عزیز. خدا از آن جوابی که مادر علقمه داد خدا ما و شما را نجات دهد. خداوند آنگونه آن سخنی که مادر علقمه گفت خداوند در زبان هیچ مادری ما نگرداند. چی گفت؟ گفت یا رسول الله انا علیه ساخط، من از علقمه قسم به بزرگی خدا من از علقمه بیزارم، من بالای علقمه غضب دارم. این سخنی است که از زبان مادری علقمه شمس الدین ذهبی در کتاب کبایرش میاد. خدا پرده کند که اگر پدر و مادر ما و تو را پرسند که از فرزند راضی، گوید نه راضی نیست، یا بیزارم، گوید به نام پروردگار از تو خدا هم بیزار است، از تو شریعت هم بیزار است، از تو قرآن هم بیزار است، از تو بنده های خدا هم بیزار است. انا علیه ساخی، من بالای این علقمه غضب دارم گفتم. ببینه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حال پیخست شد، گفت این بند شدن زبان علقمه معنای این داشته است که این مادر مهربان از خود ناراضی کرده است. مادر گفت چیکار کنیم؟ هر کاری که میکنی کردن بگیر. صحابه ها را امر کرد هیزم بیارین. گفتن چیکار میکنی؟ گفت علقمه را در همین دنیا میسوزانیم تا که از عذاب آخرت علقمه نجات یابد. مادر گفت علقمه را در نزد چشم من میسوزانی؟ گفت بله در نزد چشم تو میسوزانی، او حقی سوزاندن دارد. مادر که هست، دلسوز که هست، غمخوار که هست، چی گفت؟
گفت من طاقتی تماشای سوختن فرزند ندارم. گفت آخر تو در اینجا طاقت نداری، تو میدانی عذاب پروردگار، آتش پروردگار 70 برابر از این آتش دنیا هولناکی او حرارتی او بالاست. گفت اگر این طور باشد، مادر علقمه با زبان فصیح گفت اینی اشهد الله و ملائکته و من حضرنی من المسلمین اینی قد رضیت عن ولد علقمه. گفت مادر بعد آواز بلند تری گفت پیغمبر خدا گفت هیزم جمع نکن، این کار انجام نده. گفت من الله را شاهد میگیرم، ملائکه ها را شاهد میگیرم و تمام آن کسی اطراف من است شاهد میگیرم، اینی رضیت عن ولد علقمه، من از علقمه راضی شدم، هرچی بالای من کرد من برداشتم، من خطای او را بخشیدم. پروردگار و ملائکه های او را شاهد میگیرم که روز قیامت بالای علقمه دوام دارد. پیغمبر خدا درو چی گفتم بعد عباره های کتاب شمس الدین ذهبی؟ اذهب یا بلال وانظر هل یستطیع ان یقول لا اله الا الله ام لا. پیغمبر خدا درو بلال اگو بلال شنیدیم؟ گفت شنیدیم. اکو رو گفت رو علقمه زبانش کشاده شد یا نشد؟ بلال وقتی آمد بگوید نزد دروازه در رسیدند که کلمه زیبای لا اله الا الله از خانه علقمه صدا میداد، زبان بند شده کشاد، با صدای بلند صدا میداد. دوان آمد حبیب خدا علقمه را زبانش کشاده شد. حبیب خدا امر کردن شوینش کفن کنین. حبیب خدا جنازش خواندن و بردن میگه در قبر جای کردن و در لب قبر آمده و پیغمبر خدا چی گفتند؟ دادر عزیز این برای علقمه نه، برای تمام مسلمان های تا روز قیامت این سخن پیغمبر خدا تأثیرش باید باشه. گفتند یا معشر المهاجرین والانصار من فضل زوجته على امه فعليه لعنة الله و ملائکه و الناس اجمعین. گفتن ای مردم مدینه، ای مردم مکه مکرمه، ای توده مردم مسلمان، هر کسی که اگر زنی خود از مادر خود برتر میداند و خاطر زنی خود از خاطر مادر بلند میداند و به خاطر زن از مادر در میگذرد، بر این انسان لعنت خداست، لعنت ملائکه هاست تا روز قیامت. این سخن پیغمبر خدا در بالای قبر علقمه بود. شما دادرای عزیز، برادرای مهربان، از جمله آن جوانهای شوین که هیچ وقت قبر شما ناراحت نباشه، به یگان حسرت دنیا را پدرود گویید، به یگان خوف، به یگان ترس. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگری که بیان می شود کل ذنوب یؤخر الله تعالی ما شاء منها الى یوم القیامه الا عقوق الوالدین فإن الله يعجلوه لصاحبه في الحیاة قبل الممات. ببینید دادر عزیز، بسیار حدیثی است که اگر عقل سالم باشد گوش کند تیز خلاصه میبرارد. رسول اکرم گفتن همه گناهی که شما در دنیا میکنید، ممکن نماز نخوانید، ممکن نماز به پروا باشه، ممکن گاه خوانید گاه نخوانید، یا ممکن روزه گیرین یا نگیرین، یا زکات ندین، مقصد یگان گناهایی که کنین خدا جواب اینها را از شما در روز قیامت میگیرد. پیغمبر خدا گفت یعنی عذاب اینها را خدا بر روز قیامت گذاشت.
الا عقوق الوالدین، مگر آزار دهنده پدر و مادر گناهش در قیامت هم گذاشته است و در دنیا هم گذاشته است. ببینید فإن الله یعجلوه لصاحبه فی الحیات قبل الممات. پیغمبر خدا گفت پیش از آنه که تو ای جوان مردی سرکش، ای جوان مردی ناسپاس، ای انسانی که به قدر پدر و مادر نرسیدی، پیش از آنه که تو خاک شوی همینجا عذاب اول بکشی، همینجا همون مشقت هایی که داده بودی همون رو از فرزندات میبینی، از یار و رفیقت میبینی، از دنیا و از جمعیت میبینی، بعد از آن خاک میشوی. وقتی که اگر تو در دنیا عذاب خدا را میکشی، وقتی که تو آزار پدر و مادر داده باشی. فکر میکنم دادرای عزیز، این جمعیت که در مسجد ماست، کسی که تا امروز با پدر و مادر قهری بود، امیدم هست آشتی میکنه. کسی پدر و مادر را تا این اندازه حرمتش نمیدانست، دوستدار پدر و مادر میشود. کسی پدر و مادر به توجه نداشت، توجه پیدا میشود. کسی دشمن بود، دوست میشود. کسی فرزند و زن خود از اونا دیده دوست میداشت، بعد شنیدن این سخنها پدر و مادر اول مقدم دوست می‌دارد و محبت اونا را دویم درجه و سوم درجه می‌گذارد. از خداوند امید دارم و دعا میکنم که خدا شما را از جمله همون فرزندای گرداند که اصلا شما قواق نسبت پدر و مادر نداشته باشید. بعضیات قواق سنی زن و داخته نمیتونه، لیکن سنی پدر رو نپرداره. باور که دادر عزیز، بعضی ها آنچنان گویم که ترسانچک و بیغیرتی هستی که همون قوقی که برای نافرمانی زن انداختن در کار بود نمیکنی. یکی پدر و مادر که مهربانن و بخشنده هن و دلسوز که هستن، بعد همون قوقات اطراف اونا حواله شدگی. نمیدانه که این قوقای تو همگیش در پیشگاه خدا میسوزند. دادر عزیز، پدر و مادراتون دوست داریم، پدر و مادراتون حرمت کنیم. از پدر مادر گرانتر نیست در دنیا کسی. از پدر مادر گرانتر نیست در دنیا کسی. آدم توی بر قدر هر دو گر رسی. ای که تو از تخمه آنها هویدا گشتی، ای که تو از تخمه آنها هویدا گشتی. شرط فرزندیست گر حرمت بجا آری بسی. شما یک اصل خدا را نگاه کنید دادر. شما در یک عالمی نیستی بودین، کیها سبب شدن و شما امروز به دنیا آمدید؟ کیها سبب شدن امروز شما صاحب زن شدید؟ کیها سبب شدن و امروز صاحب خانه شدی، صاحب پول شدی، صاحب ماشین شدی، صاحب اینقدر راحتی در دنیا میکشی؟ کی سبب شد شما به دنیا آمدید؟ انا پدر و مادر. این سببگارها را فراموش نکنید. علل خصوص در دعاهاتون دادر عزیز همیشه در حقشون دعا کنید. خالین بازی نکنید. بعد پدر سرت در دیوار نزن، دروغ میگوی. فقط در حیات جان تا برای پدر و مادر بده، دوستشان بدار، حرمت کن. که بعد مردن گفته همون شاعر خوابی های خانه یاد، بعد مردن این حله ها تمام نکن دیگر، همه میفهمد آزید. در حال حیاتی به قدر ایشان برس.
جمعه گذشته گفته بودم، همین دستش برداشت و در پیش دعا داد و از تحت دل گفت من بچم از تو راضی هستم، تو دیگر خدا خواهد. گفتی همون اصطلاح های امروزه همون تاکیت طرف آسمان پر تاکیت تو برد کردی، تو در دنیا هم برد کردی، در آخرت هم برد کردی. وقتی که اگر پنگ کردن همین دست پدر و مادر را در حق خود دیدی، خوش به حال دادر عزیز. کسی که از دست داد، کسی که پدر و مادرش نیست، شما هم دادر عزیز از قبر ایشان خبرداری کنید، در حق اونا دائم نماز و دعا کنید، دستاتون میرسد در حق ایشان خیر احسان کنید. اینم حق‌هایی هستند که فرزندا باید که بعد از سر پدر و مادر بجا بیارن. خیلی بی مهریم دادر عزیز، باور کنید، خیلی بی رحمیم، خیلی بی شفقت هستیم، خیلی بی پروا هستیم. بایزید بسطامی را من قصه کردم، او بایزید بسطامی باری دعا کنه که خدا بچه‌هاتون و بایزید بسطامی باری اخلاق و همون خیل خدا ترزی به بچه‌های شما دهد. در شکم زن فرزند بودگی در دعا که خدایا خصلت‌های بایزید بسطامی را در همه فرزند من خدای مهربان جای کن. او آنقدر ایمان داشت که معدن حال جنونی میگوید که بود گبر در زمان بایزید، گفت او را یک مسلمانی سعید که چی باشد گرچه ایمان آوری تا بیابی صد نجات و سروری. یک گبر بود، یک آتش پرست، یک زردشتی و از خدا و از پیغمبر و از قرآن اونا دور بودن. یک مسلمانی سعید، یک مسلمانی نیکبخت گفتش ای گبر، خوب میشود که تو ایمان بیاری تا بیابی صد نجات و سروری. او بسیار تو مقدم میشه، محبوب خدا میشه، دنیا و آخرتت آباد میشه. همین گبر چی گفت؟ گبر در دوره بایزید زندگی میکرد. گفت آن ایمان اگر هست ای مرید آن که دارد شیخ عالم بایزید. همین ایمانی ده که مرا دعوت داری، همون ایمانی که بایزید دارد همون ایمان میگوی. گفت آن ایمان اگر هست ای مرید آن که دارد شیخ عالم بایزید. من ندارم طاقت آن تاب آن، کانفوزون آمد ز کوشش های جان. گرچه در ایمان و دین ناموقینم، لیک در ایمان او بس مؤمنم. گبر گفت خدا قسم گفت ایمانداری را من در بایزید ببینم، خدا ترسی را من در بایزید ببینم، مسلمانی کاملی را در بایزید ببینم. اگر چنده که من در دین خدا و در ایمان دیگرها ایمانم نداشته باشم، لیکن به سبب ایمانداری بایزید من ایمان آوردم. ایمانداری بایزید گبر مسلمان کرد. لیکن بعض سرکشا و بعض مسلمان های زبانی را چی گفت؟ گفت حضرت در دوام قصه بیان کرد آن ایمانی که گفت اگر در شما ها میبینم، ایمان هایی که در شما میبینم، نه بدان میل استم و نه اشتهاست، در اون میل ندارم، در اون اشتها ندارم. زان که نام بینم و معنیش نه، چون بیابان را مفازه گفتنی. زیرا من نام میبینم و معنی نمیبینم. چگونه من یک بیابانی خشک گلستان گویم؟ مقصد وقتی من در ایمانداری شما باور میکنم که شما مثل بایزید ایماندار باشید، چیز خدا و رسول گفت شما اجرا کنید. دادر عزیز، این بود کمی اطراف احترام پدر و مادر. گفتی همون محمد صاحب ایرانی یک نکته بس است اگر شعور است، ورنه چو چراغ پیش کور است. 4 جمعه الحمدلله که
ما اطراف احترام پدر و مادر صحبت کردیم. اگر کسی که در این 4 ساعت که به تنفس ما آیت های قرآن، احادیث های رسول آوردیم، همین دم که بیدار نشود، همین دم که عبرت نگیرد، یعنی که توکل شما به خدا. لیکن چگونه در مابین صحبت گفته امید دارم از پروردگار که شما از جمله جوانهای سرکش نمیشوید، شما از جمله جوانهایی که پدر و مادر شما را دوست داره و شما اونها را هم دوست دارین از جمله اونها میشوید. لیکن پدر و مادرای عزیز، شما را خدا اینقدر مرتبه داده است، اینقدر منزلت داده است، اینقدر مقام داده است، اینقدر گویم که شرف داده است. میگویند که قدر آدم در دست خود آدم است. شما نیز پدرای عزیز بالای فرزندا یگان جبرکاری نکنید. فرزندا را هم حقارت های بی معنی مبادا از زبان شما سر نزند. بسیار با فرزندا معامله خوب کنید. برادر عزیز، این قدری که من نسبت فرزندها گفتم همه به خاطر الله است، به خاطر احترام شما است. لیکن اگر شما قدر خودتان، منزلتی که خدا به شما داده است، اگر اداره کردن نتوانین و مثل همون بچه های کوچه فرزندا را دشنام کنین و فرزندا را تنقید کنین و فرزندا را سنگ زنین، اینجا در شاید که فرزندا دیگر از شما سرکشی کنن و فرزندا شاید که تا اندازه در کاری شما را احترام نکنن. به این خاطر به شما هم خیلی وابستگی دارد. اولا 1000 شکر گو که بچه تو پایبند نماز است و مسلمان است و خدا ترس است. او تو را حرمت میکند، خدا را شکر گو. لیکن کوشش کن که این فرزندها مورد مذمت و مورد بعض تحقیرهای شما قرار نگیرد که آینده بعد شما را به حرمتی میکند. خداوند عاقبت همه ما و شما را بخیر کند و از خدای مهربان خواهان او هستم که پروردگار به حقیقت این گفته ها همه ما و شما را عمل کننده خداوند نصیب روزی گرداند. باز پروردگار خواهان او هستم که مهر و محبت پدر در دل ما همیشه خداوند بیدار نگه دارد و به دعای نیک ایشان ما به وایه رسیم، ما عبادت خدا را کنیم و همچنان وارد خانه آخرت ما شویم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت تواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. اینجا برادرها از قرغان تپه آمدن، مهمانها گفتن در حق ما دعا کنید و یک برادری بیمار دیگرم در روسیه بوده است. این برادر ما گریزم در حق مادرش گفتن دعا کنید خدای مهربان اون مادری گذشته را رحمت و مغفرت و این برادری بیمار شفای کامل و این برادرای از قرغان تپه و از دیگر محله ها و مکان هایی که آمدن خدا در قدمهاشون حسنات و صحت و سلامت خدا به خاندانشون رساند. آمین یا رب العالمین. خب یک مادر پیر از جرقله اینجا 10 سامان رو کرده بوده است. یک برادری بیماری و از دین است گفته اینجا یک 10 سامان دیگه وای داده است. یک برادر از قرغان تپه 20 سامان داده است. در حق مرحوم حاجی سفرو دعا کنید. در حق بابای استا شریف بیمار است دعا کنید. در حق حاجیایی که در سفر هستند دعا کنید. خدای مهربان این بابای استا شریف هم که خیلی خدمت‌های زیاد در بنای مسجد کردند، خدا شفای کامل و خداوند آینده نیک نصیبش گرداند و حاجی مرحوم سفر و فهم خداوند رحمت و مغفرت و فرزندای او را خدا از کل آفتا نگه دارد و حاجی های محترم هم خدای مهربان صحت و سلامت به خاندانشان برگرداند و دیگر برادرایی که نام خوان شدن و هرچی خواهشایی که دارن خدا با فضل و کرمش برآورده کند. در حق برادرایی که در صندوق خیریه خیر احسان میکنند خداوند خیر احسان هاشون قبول و خدای مهربان آن بندگانی که نیک خواهند نیک اندیشند خداوند باز هم نیک خواهی اونها را اندیشه های نیک اونها را در اونها پروردگارا
تا انتها، تا آخر خدایا نگه دارو. و باز دعا کنیم که پروردگار امروز عبادت از ما و شما قبول گرداند و تا جمعه آینده خداوند ما و شما را صحت و سلامت نگه دارد. آمین یا رب العالمین. خدا نگهدان داره. خداوند صحت و سلامت شما را همیشه در حفظ امانش نگه دارد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة درجة عالية رافعة وابعثه مقاما محمودا الذي بعثته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.